هر دام بود. هاش خانم چند سال بود که این زخم بود؟ 7 سال هفتم. تو سال هفتم. چند تا دکتر گفتن باید قطع بشه؟ دوست. کجا بودن این دکترها؟ اینجا بودن، بیمارستان قرضی بودن. بله. شو دکتر اسفندیاری بود. دکتر اسفندیاری گفت. بله. اینا همه نظر به قطع عضو دادن و این گفتن این زخم قابل درمان نیست. بعد که اونا گفتن این زخم قابل درمان نیست و باید قطعش کرد، شما برای اینکه این زخم درمان بشه و پا قطع نشه، آیا دنبال داروهای دیگه هم بودین که استفاده بکنین که بلکه یه جوری بشه که قطع نشه؟ بله. دکتر گیاهی دیگه رفتیم. خب. دارو هم استفاده میکردم. بله. بالاخره من نتیجه گرفتم. ما شما داروهای شیمیایی هم خیلی استفاده کردیم. اثرشون چی بود؟ اثرشون بود که عفونت ها میخوش بود ولی زخم خوب نمیشد. خوب نمیشد. زخمش همینجور چرک و خون میداد بدم. بله. و راه که میرفت همین کفشاش همیشه پر از خون بود. اگه هم بیرون میرفت پنبه دستمال کاغذی یه چیزی میذاشت و اون هم پر خون. و این داروی جدیدی هم که بله اونم آنچی پارسم رفتیم با یه زحمتی که گیرو بردیم و یه چه مبلغی؟ 180 خورده این 280 خورده 280 خورده گرفتیم. من یادم گفتین 285 تومن گرفتیم و بله. یه دونش هم مصرف کردیم، کپسولاشا که خورد. بله. یکی و نصفش هم مصرف کردیم ولی دیدیم زخمشو داره بدتر میکنه. عجب. پیش خودمون فکر کردیم گفتیم شاید زخم بدتر بشه و بعد خوب شه. دیدیم نه خیلی داره خون میده و زخم باز شده اصلا. مجبور شدیم دیگه اون دارو هم مصرف نکنیم و الان یه دونش هم هست توی یخچال. بله بلا استفاده. بلا استفاده آکمون رسون. چون نتیجه ندیدین بقیه چیز دیگه استفاده نکردین. استفاده نکرد. بله. تا واسطه همین زن حجی عبدالله جوهری و اینا با شما آشنا شدیم که تقریبا حدودی 3 ماه طول کشید که داروهای شما رو مصرف کردیم و پاش همینجور که میبینید خوب شده است. خدا رو شکر. الحمدلله. دست شما درد نکنه. خیلی هم انشالله که ما بتونیم به بیمارانی بیشتر از این و افرادی که در شرف قطع عضو هستن بتونیم خدمات بیشتری بکنیم و مثلا چون الان CD هم بعد میبینن اشخاص دیگه میبینن کسایی که زخمای دیابتی دارن سفارش مونو که گول این دکترها نخونن که برن زود پاشونا قطع کنن یا بخوان برن انگشتشون یا پاشونا یا قطع عضو کنن خودشون، چون بعد دوباره همون زخم بالاترش هم میگیره و زخم میشه، دوباره زخم میشه. ما درمان رو اساسی انجام میدیم. ما کل شکرک‌های جداری رگ‌ها رو پاک میکنیم، خون رسانی رو به تمام اندام‌ها خوب میکنیم، دیگه این زخم تکرار نخواهد شد برای سالهای سال حداقل. حالا انشالله وقتی درمان قطعی هم میشن که پانکراسشون خوب بشه که دیگه قندشون نزنه بالا که دیگه برای همیشه انشالله سالم هستن. خیلی ممنون. دست شما هم درد نکنه. متشکرم.